خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون. توی این ویدیو همونطور از تایمنل و تایتل ویدیو پی بردید که ما میخوایم اسکوید گیم رو داخل فری فایر اجرا کنیم. و دیگه یعنی چی؟ یعنی این که ما میخوایم اینجا یه مپی هست تو فری فایر، ما روی مپ میریم، این تقریبا کپی اسکوید گیمه. خب دیگه اسکوید گیم باز میکنیم دیگه. آره خب اول از همه لایک ویدیو رو بزنید، چنل ما رو ساب ندارید چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارشان فعال کنید. خب برای اجرای اسکوید گیم باید ما بریم توی قسمت کرافتلند. این که وارد قسمت کرافتلند شدیم روی این میزنیم. آره تقریبا 8 بای از همچین چیزی اس کنیم، بریم ببینیم مپو. خیلی مپ جالبیه خدایی. خب ببینیم بیاد. چند تا باگ هم داره این مپ. در ادامه ویدیو به باگاش هم اشاره میکنیم. بله خب لایک ویدیو رو بزنید، فراموش نکنید. بیا دیگه جون مادره. آره دیگه داره میاد. تمام خاله. آره این خیلی ریسکیه. وای وای بری دیگه، یکی همین اولشه. چرا اینجوری میکنید؟ وای اینا چرا رو مخم دارن راه میرن؟ خدا وکیلی. وایسا چرا اینجوری شد؟ به بچه ها خیلی بد شد. نرو دیگه. وایسا جون مادره بشین. ریسکیه خیلی. بالاخره وای نکنه اینا خیلی چیزن. برید دیگه یکی. خیلی میترسن. خب یکی بپره. نمیپرید خودم بپرم. چی بگید بچه بپرم؟ نپرم. همه اومدن هم اینجا جمع شدن. خب دیگه بپرید. آره دختر جارت جاروزش رو داشت پرید. ما پریدیم ولی افتادیم اینجا توی این جهنم. خیلی شبیه جهنم. تا حالا جهنم رو به چشم ندیدم ولی تقریبا خود جهنمه. یک رفت از 7 نفر. بپر بشین. بپر. کدوم بود؟ این بود. بعد کدوم بود؟ بعد کدوم بود؟ همه رو درست رفتن چیزا. بی شرفا. یکی بپره. همدیگرش رو نکن. وای وای خیلی ریسکیه. بالاخره رفتیم. اینجا هم میتونید برید. آقا از اینجا هم میتونید برید بالا. بالای بالا دارم میرم بالا. بچه دیگه از این بالاتر نمیشه رفت. نهایت بالا رفتنش همینه. تا هم اینجا میره. بپر. تموم. بریم قسمت بعدی این مپ. یعنی
دختره نمیدونم اسمش چی بود، خیلی خشن بود دختره. این قسمت باگم داره، یه باگ داره. باگم اینو بهتون میگم اول از همه. ببینید وقتی که سبزه باید بریم، خب وقتی که قرمز شد باید وایسی، ولی من دیر وایسادم. یعنی چی؟ یعنی زده شدیم، یعنی ما رو زدین دختره با چشم. بعد باگش اینه که بذارید بریم، باگش اینه که اگه اینجوری یواش بریم دختر ما رو نمیبینه و راحت میتونیم بریم و نمیتونه ما رو بزنه اینجوری. خیلی مپ خوبیه واقعا، توصیه میکنن برید توش بازی کنید، خیلی جالبه. وای 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 وایسیم دیگه، ریسک نکنیم. ببینید این مستقیم میاد بالا، یه سره میاد بالا. آره اصلا نه دیگه مستقیم. خب بریم مپ بعدی دیگه، خودشه معلومه همینه. این دیگه یه نارنجک که چیه، بمب با یکیه، باید این دیگه باید بمب بندازه به یکی دیگه. بمب دست کیه خدا میدونه. وای 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 بمب دست این پسره است، خدا کنه این ما رو نبینه اینجا وایسیم. ببینه یا نزدیکمون نشه. اوناش بمب با این دختره شد الان، اول با این پسره بود رفت با اون دختر. 8 ثانیه پریدیم، وای چه اشتباه مرگباری. بوم دست این دختر است، وای چه دختر نازیه هم. وای 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 نه پره چرا. 9 8 دختر نازم، دختر نازم برو خداحافظ. وای با این پسره شد باز. بریم یه جای کمپ کنیم ما رو نبینه، بویا بگیریم. وای دیدمون. وای وای چرا من اینقدر چه فشار خوردم این لحظه. لعنت بهت پسره، لعنتی. ببینیم کی برنده میشه. واقعا حیف شد، مفهوم خوبی رو باختیم. عیبی نداره، توصیه میکنم برید 100%. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو بامون همراه بودید، واقعا خیلی پس دارم. اگه لایک ویدیو رو نزدید تا این لحظه لایک رو بزنید. خب دیگه براتون توصیه میکنم این مپ رو برید، خیلی مپ باحالیه. خب دیگه همین، چنل ما رو ساب کنید اگه ساب ندارید. تا ویدیوی دیگر بدرود.